کائنات گوشم با توه. من دارم همه چی رو از دست میدم. هر چی که دارم، هر کی که دوستش دارم، یکی یکی دارن میرن. دیگه هیچی برام نمونده. همه رفتن. همه اونایی که دوستشون داشتم همشون رفتن. گوش کن، تو نمیتونی همه چی رو با هم داشته باشی. نمیتونی هم توی گذشته باشی هم آینده‌ای داشته باشی. نمیتونی هم پرواز کنی و هم وزنهایی رو که به پاهات بستی نگه داری. نمیتونی هم به چیزای کهنه بچسبی و هم رهایی و آزادی رو تجربه کنی. هر چیزی تو این دنیا یه بهایی داره. نمیتونی چیزی رو به دست بیاری و انتظار داشته باشی که چیزی رو از دست ندی. زندگی توازن میخواد. اگر چیزی میخوای باید در قبالش چیزی رو از دست بدی. باید بهاشو بدی. آخه من دارم بهای چی رو میدم؟ بهای چیزی که روحت بهش نیاز داره. اون به چی نیاز داره؟ اون به رشد، به تکامل، به حرکت نیاز داره. اما تو وابسته‌ای. برای همین نمیتونی حرکت کنی. اگه قرار باشه پرواز کنی باید اول اونایی رو که به بالها آویزون شدن زمین بذاری. تو نمیتونی خورشید درون تو ببینی تا وقتی به سایه حضور دیگران معتادی. تو داری بهای رهایی رو میدی. رهایی مجانی نیست. باید چیزایی رو که بیشتر از همه بهشون چسبیدی برای رها شدنت قربانی کنی تا چیزی رو به دست بیاری که از ازل به تعلق داشته. من باید چی کار کنم؟ باید به کسی که هستی برای رسیدن به کسی که باید باشی خیانت کنی. آخه چرا؟ چون من نمیتونم تو رو به جایی ببرم وقتی زنجیر به پاهاته. نمیتونم آینده‌ای برات بسازم وقتی چسبیدی به گذشتت. اما من دارم درد میکشم. ببین، درد از دست دادن بهای بیداریه، قیمت رهایی. برای اینکه نور بشی باید بسوزی. این درد رحم تولد جدیده، تولدی بدون وابستگی. و اینو یادت باشه همیشه قبل از اینکه چیزی بهت داده بشه همه چیز ازت گرفته میشه. چون نمیتونی همه چی رو با هم داشته باشی. زندگی نمیخواد قصر جدید تو روی خرابه های پوسیدت بسازی.